سلام بچه، حالتون چطوره؟ من کیانا و امروز میخوام راجع به یک موضوع متفاوتی صحبت کنیم با هم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. همونجور که از عنوان ویدیو دیدین، میخوایم امروز راجع به یه سری ویدیوهایی که به اسم بلایند دیت یا حالا هر چیز دیگه که ساخته و تولید میشن صحبت کنیم. این ویدیوها چه اثری روی روح و روان و احساسات ما داره و من خودم کمتر کسی رو دیدم که بیاد چه توی کانتنت فارسی چه توی کانتنت انگلیسی راجع به این صحبت بکنه و نقدش کنه. این ویدیو کاملا بر اساس نظر شخصی منه و توی مدیایی که هر چیزی رو ما میتونیم در کسری از ثانیه ببینیم، هر چیزی رو میتونیم پیدا کنیم، حتی برای تفریح و گذران وقت هم باید چیزی رو انتخاب کنیم که در گذشت زمان به ما آسیب نرسونه. مثل یه دارویی میمونه که امروز بازار میاد و بعضی از عوارضش 10-20 سال دیگه مشخص میشه. توی ویدیوهای بلایند دیت برای کسایی که نمیدونن، دو تا آدم رو اولین بار با همدیگه آشنا میکنن و حالا یا از همدیگه یا یک مجری ازشون سوالهای جنجالی میپرسه و باعث میشه که کشمکش و درامای بینشون به وجود بیاد و بیننده رو جذب کنه. و برای اینکه ما بررسی کنیم اصلا چه تاثیراتی در آینده میتونه داشته باشه، بعد بیایم ببینیم چرا اصلا آدم ها میرن دنبال همچین ویدیوهایی. یکی از مهمترین دلایلش اینه که ما آدم ها خیلی کنجکاویم، خیلی میشه گفت فضولیم برای اینکه ببینیم بین این دوتا آدم چه اتفاقی میافته، چیزایی که معمولاً ما ازش دوریم. خب یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم به طور کامل و دقیق بریم از دوستمون، فامیلمون، حالا هر کسی بپرسیم که تو چی بهش گفتی، تو چی اون چی گفت، چه اتفاقی افتاد. و میدونیم برای اینکه یه چیزی که در میشه گفت پرایوسی اتفاق میفته رو جلوی دوربین و کاملا واضح به ما نشون میدن، خب ما خیلی جذب اینجور وقایع میشیم. و اینکه چون ما ذاتاً واقعا دراما دوست داریم، خیلی ما دراما دوست داریم، درامایی که برای دیگرانه. و خب این یکی از دلایلی که خیلی این ویدیوها در واقع پربازدید شدن. دومیش اینه که قابل پیش بینی نیست. سوالاتی که میپرسه، اتفاقاتی که میفته معمولاً تو زندگی افراد عادی ممکنه اتفاق نیفته. خب و واسه همین میتونه اون هیجان و اون اتفاقاتی که ما خودمون توی زندگی کم داریم رو به ما بده. حالا چه به درست و غلط ما خودمون رو میایم باشون مقایسه میکنیم، چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ شخصیتی، و خودمون رو جای اون کاراکترها میذاریم که اگر ما بودیم چی میگفتیم در مواجهه با این آدم. و خیلی این ویدیوها بر اساس ظاهره و خیلی هر دو فرد روی ویژگی‌های ظاهری همدیگه تاکید میکنن و خیلی براشون مهمه. شاید توی زندگی واقعی اون قدری که فکر میکنیم ظاهر مهم نباشه. دیگه از دلایل فرار از زندگی روزمره. ما در طول روز حالا سر کار میریم، درس میخونیم، هر کاری که میکنیم نیاز داریم که تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، استدلال کنیم، هی به مغزمون فشار بیاریم، فکر بکنیم. ولی این ویدیوها میشه گفت یه جوری نیاز ندارم به تحلیل، میشه خیلی سطحی قضاوت کرد بر اساس اون چیزی که میبینیم و میشنویم بدون که فکر کنیم. واسه همینم یک راه گریز خوبی برای افکارمونه که بدون اینکه به چیزی فکر کنیم فقط یه چیزی رو به خورد مغزمون بدیم. خب حالا که متوجه شدیم چرا ما میریم سمت این ویدیوها، حالا بریم بررسی کنیم که اینا چه اثراتی میتونه داشته باشه روی خودمون و روی روابطمون. یکی از اثراتش میتونه ایدئالیزه کردن یا کمالگرایی در رابطه باشه. اینه که فکر میکنیم پارتنرمون باید با همون ظاهر، توانایی مالی یا هر چیز دیگه باید اونجوری باشه، فقط اونجوری باشه. و توی این ویدیوها معمولا اون کلیشه عشق در یک نگاه و یک شیمی خاص بین این دو نفر به وجود میاد که برای ما خیلی جذابه، چون میگم معمولا همچین چیزی پیش نمیاد برای ما. یکی دیگه از اثراتش که قبل‌تر هم اشاره کردم اینه که ما خودمون رو میایم مقایسه میکنیم باهاشون. یعنی فکر میکنیم لزوما هر چیزی که میگن یا هر ظاهری که هستن واقعیه. حالا من نمیگم که فیکه، ولی ما اونجوری باور میکنیم
به خاطر همین در طول زمان عزت نفسمون و اعتماد به نفسمون خیلی کم میشه و فکر میکنیم برای پیدا کردن پارتنر و رفتن به دیت باید حتما همون جوری باشیم و خیلی وقتا نمیتونیم. به خاطر همینه که تصور ما رو کلن از مقوله حالا رابطه داشتن و پارتنر پیدا کردن به هم میریزه. و بخوام به طور کلی بگم چه برای پسرها چه برای دخترها یک پرسپشن، یک دیدی از اون طرف مقابل ایجاد میکنه که در دنیای واقعی بهش پاسخ داده نمیشه. یعنی من به عنوان یک دختر فکر میکنم که پسر باید این ویژگی ها رو داشته باشه فقط، و در دنیای واقعی به دنبال همچین آدمیم و ممکنه هیچ وقت همچین آدمی وجود نداشته باشه، اصلا هیچ وقت همچین آدمی من پیدا نکنم و این باعث سرخوردگی در من میشه و این دو گروه همدیگر رو جوری تصور میکنه که در واقعیت وجود نداره. به خاطر همین خیلی تنش بینشون به وجود میاد، چون گروه یک میگه که تو باید اینجوری باشی، گروه دو میگه نه تو اول اینجوری باش بعد من اینجوریم. به خاطر همین میدونین تعارض و تفاوت بینشون زیاد میشه، فاصله میافته و هیچ وقت اون اخلاقیات، هیچ وقت اون شخصیت های خوب و دوست داشتنی که ما در افراد به دنبالشیم ما نمیتونیم با این تعارضه به دست بیاریم. برای همینم این ویدیوها که یه سری افراد ازشون به عنوان شناخت جنس مقابل استفاده میکنن ممکنه خیلی تخریب کننده باشه، چون یک دید خیلی نادرستی از عموم افراد جامعه به شما میده و خیلی وقتا این دیدی که ما پیدا میکنیم به صورت ناخودآگاه کل زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. ما دیگه آگاهانه انتخاب نمی‌کنیم و بر اساس یک سری المنت ها، یک سری فاکتورهایی که یک آدمی یک برنامه‌ای به ما داده ما سعی می‌کنیم که انتخاب بکنیم. حالا انقدر بعدشو گفتیم بیایم خوبیاشم بگیم. خب اولین چیزی که ما با دیدن این ویدیو متوجه میشیم اون ممکنه کانکشن و حس همزادپنداری با اون افراد باشه. خب این ویدیو سرگرم کنندن و اون لحظات آکوارد و میگم دراما توی ویدیو خیلی جذابه و میتونه برای آدم مثلا بامزه باشه، آدم تماشاش کنه از این موقع لذت ببره و خیلی میتونه آدم رو سرگرم کنه. و اینم بگم اگر توی پرانتز دیالوگ ها از قبل تنظیم نشده باشه، اینه که دو تا آدم رندوم چجوری با هم دیگه ارتباط میگیرن، چه چیزهای مد نظرشونه و شاید با دیدن چند تا ویدیو خب چه به درست چه به غلط به این نتیجه برسیم که عموم افراد چجوری فکر میکنن. به فرض مثال که مثلا نظر دخترها راجع به پول چیه، نظر پسرها راجع به پول چیه و میگم بستگی به خودمون داره که چقدر میخوایم به درستی این ویدیوها اعتماد کنیم. این نظر کلی من بود راجع به اینجور ویدیوها. شما چجوری فکر میکنین؟ نظر شماها چیه؟ حتما برام بنویسین و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.